ورزش کردنت فقط شکم صاف یا بازوی قوی نیست برات. هر حرکت کوچیک درون بدنت یه انقلاب درست میکنه. پس بیا با هم تأثیرات ورزش مداوم رو ببینیم. اولین اتفاق، ورزش کردن مثل یه گفتگو با بدنته. اولش خسته است ولی کم کم گوش میده. دومین اتفاق، قلبت یاد میگیره منظم‌تر بزنه. پمپاژ خون و فشار خونت بهتر میشه و قلبت قوی‌تره. سومین اتفاق، وقتی ورزش میکنی ریه‌هات اکسیژن بیشتری میگیرن. چهارمیش، ورزش کردن مغزتو بیدار میکنه. دوپامین و سروتونین بالا میرن، یعنی تمرکز و انگیزه و حال خوب داری. پنجمین اتفاق، هر بار که ورزش میکنی بدنت قوی تر میشه و اینجوریه که بدنت یاد میگیره مقاوم تر باشه. ششمین اتفاق، خون توی بدنت سریعتر جریان پیدا میکنه. اکسیژن و مواد مغذی راحت تر به اندام‌ها و مغزت میرسن. هفتمیش، مرتب که ورزش کنی چربیات میسوزن. فقط ظاهرت نیست که تغییر میکنه. قلبت، کبدت و بقیه اعضای بدنت بهتر کار میکنن. هشتمی، حتی سلول‌هات ورزش کردن رو حسش میکنن. اینجوریه که دیرتر پیر میشی و انرژی بیشتری تولید میکنن. نهمیش، ورزش فقط برای بدنت نیست. استرست رو کم میکنه، ذهنت رو آرومتر میکنه و حس کنترل بهت میده. و آخریش، بدنت بعد از ورزش کردن راحت استراحت میکنه و شبا خواب عمیق و آرومتری داری.